در آغاز این کتیبه اصلا صحبت از یک تضاد مذهبیه. صحبت از اینه که یک آیین دروغین بر بابل حاکم شده که نبونید به اصطلاح نماینده اونه، و صحبت از اینه که این آیین کثیفه، این خوراک نظری که این میاره کثیفه و این حق نداره این کارو بکنه. یعنی پیروان خدای ماه در برابر مردوک. بله، یعنی مردوک، یعنی این آیین اومده آیین مردوک رو داره چیز میکنه، میزنه کنار و یه آیین جدید آورده. این اصلا آغازش با یک تعصب مذهبی شروع شده، یعنی علیه یک آیینی که آیین خدای ماه باشه، سین یا شین، که یک آیین بسیار کهن در بین النهرین بوده و آشوریان این آیین رو داشتن و در شهرهای دیگه هم این آیین در واقع برتری داشته. آیین مردوک در واقع یک خاص بابل بوده، بیشتر خدای بابل بوده و این دعوای اینها سر این آیین ها و خدایان البته یک دعوای سیاسی هم بوده، به خاطر اینکه اون خدایی که تو اون شهر دولت بابل بوده دایه این میکرده که من از همه برترم، یعنی نمایندگانش دایه در واقع مرکزیت سیاسی رو میکرده و خدای بابل مردوک نماینده مرکزیت سیاسی در اون منطقه بوده. حالا نبونید که تبار آشوری داشته، میخواسته آیین خدای ماه رو یک جور تقویت بکنه، زنده تر بکنه و این مثلا در بخش اول این کتیبه روشنه که آیین مردوک خوار شمرده میشه، تحقیر میشه و حتی کثیف و آلوده نامیده میشه و هیچ رواداری مذهبی در این آغاز این کتیبه وجود نداره. و برعکس ادعایی که میشه در کتیبه نبونید میاد که میگه من مردوک رو قبول دارم، بهش احترام میذارم، ولی خدای ما هم هست و اون خدای برتره، من به اون بیشتر اعتقاد دارم. اینها توی کتیبه نبونید آمده. یعنی پس ما با یک تضاد مذهبی در آغاز، یعنی بازتاب یک تضاد مذهبی در آغاز این کتیبه و یک تعصب مذهبی که در واقع از سوی کاهنان بابلی بوده که طرفدار خدای مردوک بودن و مردوک یکی از زن ستیزانه ترین آیین‌های بین النهرینه و یعنی شاید من یکی نباید بگم که زن ستیزانه ترین آیینه که در واقع در روند تک خدایی شدن بوده. یعنی شما میدونید که این دولت شهرهای بین النهرین خدایان مختلفی داشتن. در یک دوره‌های این خدایان در کنار هم وجود داشتن. در یک دوره شروع میشه که چند خدا برتر بشه نسبت به خدای. در یک دوره دیگه شروع میشه که یک خدا فقط برتره. اونای دیگه حق برتری ندارن. و در یک دوره هم زمینه راه برای تک خدایی باز میشه که از توش یهوه میزنه بیرون و بعد الله میزنه بیرون و بعد اهورامزدا و یهوه و اینها میزنن بیرون. یعنی در واقع مردوک یکی از یعنی شاید بگیم واقعا انحصار طلبانه ترین آیین در بین النهرین. خانم طالبی برای شما یک صحبت از آزادی مذهب باشه و کوروش تو این دعوای مذهبی به خاطر منافع سیاسی در واقع طرف کاهنان بابلی رو میگیره که طرفدار آیین مردوک بودن علیه آیین نبونید که خدای ماه باشه. خب یکیش اینه. دومش اینه که اینها اومدن همه رو آزاد کردن. اصلا چنین چیزی وجود نداره در کتیبه کوروش. اصلا صحبت از این نیست که برده آزاد شده باشه، چون برده در زبان اکدی یک ترم بسیار مشخصی داره. در ادبیات اکدی، در نوشته‌های اکدی، از اونجا که یه جامعه طبقاتی و کاستی بوده، تمام این گروه‌های اجتماعی ترم خاص خودشون داشتن. مثلا فرض کنید شهروندان آزاد بودن، حتی بین شهروندان آزاد آنهایی که توحیدست بودن تا اونهایی که به یک رفاه بیشتری داشتن، اینها نام‌هایی برای خودشون داشتن و بردگان هم نام‌های مشخصی داشتن. در این روی سخن اصلا با برده ها نیست، روی سخن با مردمان سرزمین ها هست و بردگان جز مردمان نبودن، اصلا بردگان شیء به حساب می آمدن.